سلام، خوب هستی؟ آه، نامک چیست؟ اسیب حسیب جان، چی کار میکنی؟ فروشی. او فروشی میکنی؟ آه، پدر جان چی کار میکنه؟ پدرم در جای کارگر است، ماش کم است. 14 ماه مانه میشه. ماش 1 کیلو برنج میبره. خب امروز چند کار میکنی حسیب جان تو؟ روز 100 روپه 200 روپه کار میکنم. امروز چند کار کردی؟ امروز 50 روپه. 50 روپیه رو باز چی میکنی؟ میرم در خانه طویل میکنم. خانه طویل میکنی؟ مکتب میخونی؟ آه، صنف چند هستی؟ اول صنف اول هستی؟ چند نمره هستی؟ دوم. آفرین، خوب بچه لایق هستی. آه، در آینده میخوای چی کاره شی حسیب جان؟ میخوایم دکتر شو. میخوای دکتر شی؟ آفرین. آه،